سلام به همه دوستانی که مثل من توی سن بالا مهاجرت کردن و میدونم که همتون دغدغه‌تون پیدا کردن کاره. من آزادم، از ونکوور کانادا. حدود 8 سال پیش مهاجرت کردم و اولین بزرگترین هدفم وقتی که مهاجرت کردم این بودش که کار مرتبط با رشته‌مو پیدا کنم. رشته‌م مکانیک بود. برای من خیلی طول کشید تا کار مرتبط با رشته‌مو پیدا کنم. و وقتی که پیدا کردم خیلی خوشحال شدم، چون واقعا هم براش خیلی تلاش کرده بودم، همین که خیلی هم طول کشید و برای خیلی زودتر از اینا این مسئله اتفاق میافته. ولی وقتی که پیدا کردم به این نتیجه رسیدم که فکر میکنم همه شما هم به این نتیجه رسیدیم که ما حتما باید اینجا، مخصوصا کسایی که حالا من فکر میکنم همیشه در مورد کانادا و امریکا شاید اطلاعات داشته باشن، همه باید این پلن بی داشته باشیم. و من خیلی دنبال این پلن بی گشتم تا با این فرصت شغلی که الان دارم آشنا شدم. که از مزایای این آنلاین بیزینسی که من شروع کردم این هستش که محدودیت زمان مکان نداره، از هر جایی میتونیم انجام بدیم. مثل من امروز ببینیم مثلا بیو محیط کارم، آفیسم امروز اینه، یا هر جای دیگه، کافی شاپ، از خونه، هر جایی که اینترنت داشته باشیم، موبایل و کامپیوتر داشته باشیم میتونیم این کار انجام بدیم. و اینکه سرمایه‌گذاری خیلی کمی لازم داره و از اونجایی که میدونیم این یه بیزینسه باید حتما سرمایه‌گذاری بکنیم و سرمایه‌گذاریش بسیار کمه. پکیج سرمایه‌گذاری مختلفی وجود داره که شما میتونید که هر کدومو که به بودجه‌تون میخوره رو انتخاب بکنیم. و از همه مهمتر این هستش که ما بعد از 3 تا 5 سال به سن بازنشستگی میرسیم که حقوق بازنشستگی از $5,000 شروع میشه و همینطور به مراحل بالاتر میره، چون بعد از بازنشستگی دوباره میتونیم کارمون رو شروع بکنیم و مراحل بعدی بازنشستگی که بعدش $10,000 و $15,000 هستش رو شروع کنیم. اگه شما هم دوست دارین که با این فرصت شغلی بسیار عالی آشنا بشین، اسم و ایمیلتون رو برای من بفرستید تا من بهتون کمک بکنم. قربان شما، امیدوارم روز بسیار خوبی داشته باشید.